مردم فیض‌آباد دست و بالا، نوروز مبارک باشد. سلام به پیر و برنا، به مهمانان، به محترم رئیس، در شخصیت شما به تمام جوانان و پیر و برنای مردم با فرهنگ فیض‌آباد نوروز عجم مبارک باشد. همجوان ارجمند دست و بالا. سلام باز یک بار دیگر سلام. پس مرحبا یاران جانی، با بزم ما و دنیای جوانی، با دلهای شما فرخنده بادا نشاط هم ویستال جاویدانی. سلامی پر از مهر و محبت ما را پذیرا باشد. مهمانان عزتمند، حاضرین گرامی قدر، مردمی که مردم مهمان نوازی انا فیض‌آباد باستانی، نوروز مبارک باشد. هر روزتان نوروز باد، نوروزتان فیروز باد. یک قرصک دسته بالا زمین نوروز تشریف. من همه خلاصه آمدم که تمام مردم تاجیکستان یک نمود قرصک میزنن. قرصک رنگ همین شمال فیض‌آباد ملایم خان نه قرصک فیض‌آباد نسبت به دیگر نایه ها و شهرها با کلی فرقیت داره. باور ندارم. مردم فیض‌آباد بسیار سنه دوست هستن. مردم فیض‌آباد قرصکان قدی قیقاس هاش میزنن. مردم فیض‌آباد دستا با بالا یک بار به قدی قیقاس ها انا بین همین خیال قرصک بزنه که تلخه شهری محمد تو کفا بگه در فیض‌آباد یا نو توبه دیگه دوهده دم همین گپا گفتیم. نه مردم فیض‌آباد تشریف. بار دیگر این جشن خجستپای بله و تمام مردم فیض‌آباد و تاجیکستان مبارک باشد. بله. فصل بابای دهقان است، فصل چکم، بله. فصل دوستی بله و ماهی خیر است. بله و ماهی هست که کودکان را باید یکی ما را باید ما چیکار کنیم؟ مهربانی کنیم، غمخواری کنیم. بله. و باوری کامل دارم که نوروز ما با موفق میشوم.